الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، برادر سوال نمودند که معنای ارجاع یا که مرجعه چیست؟ بارک الله فیکم. البته هر یک کلمه ای که شریعت استفاده برده است دو معنی را در بر دارد. دو معنی دارد و ما از دو جهت معنی نظر میکنیم: معنای لغوی و معنای شرعی یا اصطلاحی. البته به ما معنای شرعی و اصطلاحیش مهم است. بارک الله فیکم. بمانند کلمه نماز معنای لغوی دارد، دعا هست یا دیگر از معنی ها را میتد، اما نماز در شریعت این یک عبادتی مخصوص که با تکبیر شروع می شود، با دو سلام عمل های مخصوص انجام داده شد و با دو سلام تمام می یابد. یا که معنای روزه، یا که معنای حج، یا که معنای تقوا، یا که معنای عمره. در لغت معناهای خاص خود را دارند، اما در شریعت معنای خاص خود را دارند. بارک الله فیکم. این چنین کلمه ارجاع وقتی که بر لغت نظر میکنیم، در لغت عربی کتاب های لغت آمده است که ارجاع این تأخیر است، تأخیر کردن، به عقب گذاشتن. مرجعه یعنی کسی که به عقب میگذارد یا که تأخیر میکند. اما در اصطلاح و در شریعت وقتی که ما کلمه ارجاع را میبینیم، در اصطلاح علما ارجاع به کسی گفته یا مرجعه معناش این است که تأخیر العملی عن الایمان، تأخیر کردن عمل از ایمان. عمل را از ایمان نیست گفتن، انمین ارجاع هست و انمین مرجعگی هست. بارک الله فیکم. البته امروز مرجعه ها به نهایت پیشرفت کردگی هستند، یک باز فتنه نوی را پیدا کرده اند، چرا که امروز مرجعه های وجود دارند که عقیده شون عقیده جهمی است، اما عمل را از ایمان جدا نمیکنند. میگن که عمل از ایمان است، عمل از ایمان است. یعنی مثل پیشتر مرجعه ها نمیگن که عمل از ایمان نیست، نمیگن، بلکه میگن که عمل از ایمان است. اما مشکلی اینها در کجاست؟ همین عمل از ایمان از رکن ایمان است، یا که شرط صحت ایمان است، یا که از مکملات ایمان است، یک چیز عادی بر ایمان است. اینها فقط عمل از ایمان است میگن، تمام است. اهل سنت والجماعت میگه که عمل این رکن ایمان است. یعنی وقتی که عمل رو کسی کاملا ترک کرد کافر است، جنس عمل رو ترک کرد کافر است. یا که بعضی از عمل هایی که اصل عمل است، مانند صلات، نماز یا زکات ترک کرد کافر است، مرتد است. بارک الله فیکم. که البته در مسئله زکات و نماز اختلاف است، اما در مسئله جنس العمل، ترک جنس العمل اجماع نقل شده است. بارک الله فیکم. یا که شرط صحت ایمان میگن علما اهل سنت، یعنی وقتی که عمل نیست ایمان صحیح نیست، این انسان کافر است. اما مرجع میگن که عمل از ایمان است، اما رکن ایمان یا شرط صحت ایمان نیست، بلکه اگر عمل باشد ایمان آدم بینویت خوب است، اگر عمل نباشد ایمان کمتر ضعیف است، اما بازی مسلمان است. بارک الله فیکم. انا امین ها رو مرجعه گفته میشود، امین ها رو مرجعه گفته میشود، چرا که از نظر عقیده اهل سنت و جماعت عمل از رکن ایمان است، عمل اصل ایمان است، عمل این چی است؟ شرط صحت ایمان است. کسی که عمل رو ترک کرد کاملا این چی است؟ این قید رو ترک کرد و عمل رو ترک کرد، این کافر است. بارک الله فیکم.